سلام بچه ها، چطورین؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز اومدم برای آموزش اینو بدم که چجوری اندر دراگون رو توی اوورورلد اسپان کنید. خب اول میریم کد نویسی اسلش سامن اند آندرلاین دراگون. خب نویسی میزنیم که و همه چونو دو دقیقه پیش یه دونه دیگه اسپون کرده بودم و الان یه دونه دیگه کجا این نگاه کنید دور پیدا. و اگر اکانت دارید که میتونید مردم آره اگر اکانت دارید با دوستاتون مولتی پلیرشون بازی کنید، بترسونیدشون یا اصلا هرکی وایبل دراگون چقدر بده. وقتش خودشون رو بکنید و مرسی که این ویدیو رو دیدید. بازم میتونید بعد دوباره سامن خط فاصله اندر آندر استیک آندرلاین اندر دراگون و یه دونه دیگه هم اسپان کردیم. کلا تا ابد میتونید اسپان کنید و مرسی که این ویدیو رو دیدید و تا ویدیو بعدی خدافظ.